این آرم همایش نه؟ بله. الان اینجوری که اینجا نوشتن ساعت بین 8 تا 1 ورود میهمان، دریافت کار، دریافت بلیط برگشت یا وجه استقرار در اتاق، کف دوستانه با بچه‌های ستاد، نهار، نماز. ایرانی یعنی عشق من تو را ای کهن بوم و برگوش دارد، دست خودمون هم نیست، دوستش داریم، کاریش هم نمیشه کرد، این دلا کاریش هم نمیشه کرد. سلام بر شما. اشارت که بخش جوانان مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها 2 ماه پیش مرحله جدیدی از فعالیتش شروع کرد. بخش اول این فعالیت عبارت است از تدوین استراتژی فکری گفتگوی تمدن‌ها برای جوانان، یعنی چه مبانی رو به عنوان محمل‌های مشترک همه فعالیت‌ها در نظر بگیریم و چه حیطه‌های کاری رو برای کار جوانان در ارتباط با گفتگوی تمدن‌ها تعریف بکنیم. وقتی این روشن کردن مبانی و حیطه‌ها انجام گرفت، گام بعدی که ضروری بود انجام بشه این بود که این مجموعه پیشنهادات به معرض قضاوت جوانان متفکر هم تهران هم سراسر ایران قرار بگیرد. یه آگهی توی مطبوعات منتشر شد که محتوای این آگهی این بود که جوانان عزیز در 3 گروه 16 تا 20 تا 25 و 25 تا 30 سال نقطه نظرات خودشون رو راجع به این 6 حیطه ارائه میدادن. حدود 1800 مقاله از 2 کانال مختلف جمع‌آوری شدند و این 1800 مقاله مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفتن. نظر تعریف دقیق موضوع، روشن بودن منطق و دلایل ارائه شده.
محدودیتی نداره. بعضی محدودیت‌ها ارقام مختلفی مثلا هر ایده‌های مختلفی. حدود 500 مقاله برای شرکت در همایش دعوت شدن. دوستانی که دعوت شدن در این 6 حیطه فعالیتی که مرکز داره تقسیم شدن. روز اول رو برای همایش موضوعی که تصمیم گرفتیم، اگر جامعه میخواد بره در گفتگوی تمدن‌ها، مناسب این شاید باشه که این جامعه رابطه خودش رو با خودش روشن بکنه و برای این روشن بودن رابطه با خود ما پیشنهاد کردیم ایران دوست داشتنی است. همیشه گفت یا عشق یا زندگی. ایران فقط ایرانه، دیگه هیچی نیست. جاویدم. ایران برای همه ایرانیان. یک کلمه فقط متوجه نشدم. صدای اون ببین صدای باس امیر بگو بیشتر میشه. اون دنبکم خیلی خوبه. حالا اگر اجازه بدین با هم بزنیم. بریم همون آغازی. چطوره؟ عشق شادی، عشق آزادی، عشق آغاز آدمی زادی، عشق شادی، عشق آزادی،